برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره سوء استفاده از منصب صحبت میکنیم. انیقترش از سوء استفاده یک نفر استاد دانشگاه و آن هم باشد رکتور. موضوع امروزه ما گوش آدم را می جنباند. حالا من در سر یگان برنامه این خیر واهمه نکردم. واقعا تماشابینان عزیز من مبالغه نمی کنم. با ما از تاجیکستان انیقترش از شهر بستان ولایت سوخت معلومات آمد که رکتور دانشگاه با سوء استفاده از منصب با خانم همکارانش دست درازی می کند و این عمل رذیلانه خیلی گسترش یافته است. گروهی از معلمه های دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در شهر بستان ولایت سوخت از آزارهای جنسی شکایت می کنند که رکتور همین دانشکده به آنها می رساند. مراجعت آنها به شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در شهر بستان و حتی سایت رسمی رئیس جمهور نه تنها نتیجه مثبتی نداده است، بلکه باعث تحقیر و آزار بیشتر این استادان آموزگاران خانم این دانشکده شده است. در نامه‌ای که استادان خانمان این دانشکده به عنوان ما فرستادند گفته می شود که رکتور دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان محمد علی بختیار نبی آشکارا با آنها پیشنهاد همخوابگی می کند و در صورت رد شدن، در صورتی که پیشنهادش رد می شود با آنها فشار می آورد و تهدید می کند که از کار می راند. این استادان خانمان می گویند رکتور به اتاقهای کاری آنها وارد می شود، گاهی پیامک می نویسد و با هر بهانه با آنها زنگ می زند و دعوت به زنا می کند. معلمه ها در نامه‌ای که به ما فرستادند این میگویند که این نامه را به مقامات و رئیس جمهور پیشنهاد کردند و میگویند که اگر به همین دعواهای ما باور ندارند به حیث دلیل میتوانند تلفن رکتور را تفتیش کنند. بیچاره معلمه های این دانشکده پس از خیرگی های زیادی رکتور به شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در شهر بستان شکایت میکنند، اما بعد شکایت قضیه علیه خودشان تمام بشود. میگویند که ما در این باره به کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی در شهر بستان اطلاع دادیم، به جای آن که نسبت رکتور چاره اندیشند، برعکس آنها به رکتور خبر دادند که کمیته دولتی امنیتی ملی به رکتور خبر داده است که چی کسانی از بالای شکایت کردند. کمیته دولتی امنیتی ملی احوال کاریش را ببینید. بعد شکایت، بعد آنکه معلمه ها و کمیته دولتی امنیتی ملی شکایت میکنند، کمیته دولتی امنیتی ملی به رکتور خبر میدهد که چی کسانی به امنیت خبر دادند، فشار و تحقیر رکتور به معلمه ها افزایش می‌یابد. در نامه‌ای که به ما آمده است معلمه ها گفتند پس از آن رکتور همه زنها را جمع آورده در نزد مردم تحقیرآمیز گفته است که
زنان در جامعه بجز زیر پایهای مردان جایگاهی ندارند. این رکتور در نزد مردم شانتاژ کرده است که من به مردان شما اطلاع می دهم که هر کدامتان در اینجا با ستاگی مرد واخوری میکنید، با سه مرد بیگانه میگردید. وقتی که من به شوهران شما این خبر را دادم کو ببینیم حالتتان چی می شود. تهدید را بینید. احوال کاربرد و فعالیت یک دانشکده کشور را ببینید. با این در سطح کارمندان قطاری نیست، در سطح رکتور است. معلم ها میگویند که رکتور 3 همسر و از هر کدام همسرانش 2 تاگی فرزند دارد. تنها یکی از همسرانش با 3 فرزندش همراه رکتور در بستان زندگی میکند. حالا ما برای انیق کردن این معلومات به چند نفرانی که در این دانشکده کار میکنند، خانم های دیگر، رقمشان را یافته تماس گرفتیم که آیا همین درست است؟ یکیشون گفت که با نام مرا نگیرید، رقم مرا به هیچ کس ندهید، به من این کار نشده است، لیکن میدونم، خبر دارم که واقعا این کار به دیگران وجود دارد. من وعده کردم نامش را نمیگیرم. با طبق اطلاعی که ما پیدا کردیم، رکتور زاده ناحیه دنغره یعنی همشهری رئیس جمهوری تاجیکستان است و تنها یک همسرش را همراهش آورده است. شاید این همسران بعد از این برنامه ما باخبر شوند که چند بخشان دیگر دارند. چند سال فعالیت کاری این رکتور در دستگاه اجرایی رئیس جمهور گذشته است. در دستگاه اجرایی رئیس جمهور، فهمیدید؟ یعنی با آزاده رحمان دختر رئیس جمهور و رئیس دستگاه همکار بوده است. ظاهراً آدمی آزاده رحمان بودنش به او اعتماد نفس میدهد و از جوابگری نزد قانون مثل دیگر دوستان آزاد است. دوستان آزاده از جوابگری به جنایت آزادند، چون که آنها دوستان آزاده هستند. این رکتوری فحاش به گفته معلمه ها برای زنا در جای کار تمام شرایط را آماده کرده است. در کابینت کاری، در اتاق کاری تمام شرایط برای زنا آماده. گویا اینکه شرایط های سانیتری آماده کرده است، اما میبینی شرایط برای زنا آماده شده است. در اتاق دوش، حالا ما به طور درست این را سنجیده نتونستیم، شاید درستی نداشته باشد، لیکن طبق معلوماتی که ما گرفتیم شرایط ها همین طور آماده کرده شده است. مخصوص یک خانه استراحت دارد. این محمد علی بختیار نبی معاون و همچنین راننده اش را نیز برای جلب معلمه ها به جاگهش استفاده می کرده است. این را هم از چند منبع سنجیده شد. نگوید که یک نفر گفته است ما اینجا برآمد کرده ایستادیم. از چند نفر سنجیده شدیم. آموزگاران جبردیده میگویند که مشاوری رسمی، کاتب و راننده اش در یک سیما جاوید سیدالله زاده معلومات عالی ندارد. معاون رکتور آید به مالیه جبارف ابو محمد اینچنین معلومات عالی و عنوان علمی نداشت. این را کی آورده است؟
وزیر صنعت و تکنولوژی های نو شیرعلی کبیر آورده معاون تعیین کرده است که این عمل میگوید معلم ها در دل ما زینه به زینه در منصب های مکتب عالی رشد کردن را خاموش کرد. یعنی دیگه رشد کرده کجا می روی؟ همه جا بند، همین در همین قطاره می ایستی. این دو نفر معاونی که هستند برای خدمت به رکتور مذمت میکردند معلم ها را و وادار میکردند که با رکتور علاقه جنسی کنند، وگرنه میگفتند تهدید میکردند که از کار رانده میشوند. ببینید رکتور که رکتور، معاونانش هم خیلی چقان بودند. طبق نوشته معلمه های این دانشکده نه تنها معاون مشاورش بلکه خود رکتور نیز به قول از آسمان افتاده است. حالا گفتیم که اینها بی‌سوادها معاون شدند، خود رکتور رو ببینیم کی است. رکتوری که امروز ایفای وظیفه میکند یک روز در هیرارخی مکتب عالی کار نکرده است. پرینسیپ های کاری کافدره ها، فاکولتت ها، پررکتور ها و دیگر ساختارهای مهم اینستیتوت را نمیداند و به هر بهانه برای هر یک ساختار دانشکده مشکلی میسازد، مشکل ایجاد میکند تا زنها با این جنور علاقه جنسی کنند. ببینید با دلیل ها معلمه های یک چند معلمه های این دانشکده به سایت رسمی رئیس جمهور هم نامه ارسال کردند. در نوشتند که محترم مسئولین، برای مراجعت شهروندان از شما خواهش می نماییم که این شکایت را به پیشوای ملت پیشنهاد نمایید، وگرنه ما طریق وسایط اخبار عامه با نامه کشاد عرضمان را می رسانیم. آنها میدانند چیکار کردنشونه. به کجا رسانی؟ رسان گفتگی. ما اینجا خودمان شاه تبمان وزیر شکایت از بالای اعضای کماند آزاده به آزاده رحمان چی تاثیر داره؟ هیچی. خیر بعضی وقت می شود وقتی که نامه می رود می بینند که این نامه از بالای کی است به کی است، میگن که به هر حال این هیچ فایده ندارد، بیاید نرسانیم، تبشان را خیره نکنیم. مثل همین ظاهرا این نامه را یا مسئولین رسانه‌ای که همون سایت رئیس جمهور به مسئول هستند و نامه شهروندان را قبول میکنند، ظاهرا فکر میکنم این نامه به پیشوا نرسیده است، یا پیشوایی که در هر واقعیش با زنان از بالا بردن جایگاه آنها حرف میزند با رکتور راضی است که زنان در جامعه و جز زیر پایهای مردان جایگاه ندارند. برای همین این فقط میرفته است 40-50 زن رو در گردش جمع کرده سلفی میکرده است این پیشوا. حالا باری اول نیست که نمایندگان جنسی لطیف خانمان از تبعیض جنسی در مؤسسه های ساحه معارف حرف میزنند. این باری اول نیست. قبلا به ما از مکتب های میانه، از دانشگاه ها و خود اداره معارفی کشور با همین مضمون نامه ها آمده بود. حتی به اصطلاح گلسوای ها رو داریم. تنها فرق اون شکایت ها از این شکایت در آن است که در آنها درباره زنا در مکتب ها و اداره
وزارت معارف سخن میرفت. ما حتی نواری را هم داریم که به ما فرستاده بودند که در آن رهبر مکتب در اتاق کاریش با معلمه مکتب زنا میکند. با به نوار گرفته است، به معلمه فرستاده است، گفته است که دیدی زبان کشادی، در همه جا روی خودم رو پنهان کرده منتج میکنم، در همه جا پهن میکنم، مرا کسی نمیشناسد، تو رو میشناسد. ببینید این نوار به ما آمد، یگان ایلوجی روی مرا پنهان کرده شرمنده این کارمندی معارف را برآوردن حسمی نیست میگفته. مدیر مکتب، البته ما با سبب اون که این مسئله اخلاقی است نوار را نشر نمی کنیم، تا به حال نکردیم. خیلی شده است، قریب 1 سال شد نواری که آمده است. حالا این هم میلش چند نامه درباره به فاحشه‌خانه تبدیل دادن اتاقهای مکتب و دانشگاه ها، این درگاه های مقدس علم نیز در دست داریم. این واهمه نیست تماشابینان عزیز، این واهمه نیست، یک واقعیت حال امروزه است. باور کنید راستی جای خجالت و سرافکندگی یک ملت است که مؤسسه های تعلیمیش دستخوش زناگران و فحاشان قرار گیرد. تماشابینان عزیز، خیلی افسوس میخورم، متاسفم که تحلیل ها نشان میدهند که چنین عمل ها در مکان های تعلیمی تصادفی نیست. اینها از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت آب میخورد. این گونه عمل ها، ببینید فروش کرسی های منصب در همه ساحه ها را میتوان به قدر تحمل کرد، اما وقت کرسی های منصب در مکتب و دانشگاه ها فروخته می شوند و افراد ناشایسته و غیر کسبی جای متخصصان را با پول صاحب می شوند، دیگر می توان درباره نابودسازی برقصدانه مقدسات ملت و سیاست بیسوادسازی سراسری آن حرف زد. اینها همین را می خواهند. ببینید وقتی رئیس جمهور کرسی وزیری معارف را به بیسواد و دزد مثل نورالدین سعید می فروشد و مهمترین ساحه دولتداری را در اختیارش می گذارد و او معارف را به بیزنس شخصیش تبدیل می دهد، خودتان بگویید از این ساحه چی می شود انتظار شد؟ تماشابینان عزیز، حالا نام نورالدین سعید را گرفتم، سابق وزیر معارف. درباره‌اش ما زیاد نوشته ایم، من اینجا نمیخواهم درباره او گپ زنم. اگر نورالدین سعید را شناختن میخواهید به پایگاه ما پیام نقطه نت وارد شوید، در جستارش نورالدین سعید نویسید و تگمه جستار را پخش کنید، انگشت زنید، با تمام کارنامه هایش آشنا می شوید. ما خیلی درباره این نفر نوشتیم. حالا وزیر حاضره معارف هم از وزیر سابق فرق زیاد ندارد و حتما ما قدم هایش را شمرده ایستاده ایم. در این باره هم می نویسیم انشاءالله، در این باره برنامه هم میکنیم انشاءالله. قدم هایش را دیده ایستاده ایم. از وزیر سابق همین نورالدین سعید اینقدر فرق زیاد ندارد.
کمتر شخصی تشکیلاتچی میتابد. بسیار حواس دارد به آزمون و کنفرانس و آزمون های علمی همین خیلی چیزها تشکیل کردن. لیکن در فساد قریب یک خیل هستند. چون دیده شدیم در فساد پیشرفت نشد. در از بین بردن فساد. احوال رو دیده شدید؟ حالا در باره وضع دانشگاه ها، دانشکده ها از شکایت این معلمه های دانشکده آگاه شدید. حالا ببینید وقتی این نامه به ما رسید من یک کمتر خرسند شدم. میدونید برای چی خرسند شدم؟ برای آنکه هرچند این نامه بیانگری آن است که رکتوری دانشگاه کوهی متالورژی تاجیکستان فحهاش و زناکار و زن آزار است، معلمه های این دانشکده زنان با عفت و پاک دامنند و اجازه نمیدهند به ناموسشان دست درازی شود. در حالی که از برخی دانشگاه ها نامه های دریافت کرده ایم که بیانگری عکس حالند. حالا یعنی بعضی نامه های هم هست که معلمه ها ضدیت نشان نمیدهند. اینجا خیلی با خرسند شدیم که معلمه ها ضدیت نشان دادند و مبارزه برده ایستادند که این عمل ننگین از بین برده شود. ببینید همینجا میخواهم برایتون از وضعیت یک مکتب میانه کشور گپ زدم تا بفهمید که سیاست معارف پرورانه مکتب ها را به کجا رسانده است. ببینید حالا نام مکتب را نمیگیرم برای اینکه نام مکتب گرفته شد بسیار وضعیت بی‌ضبط می شود. چندین خانه ها ویران شدنش ممکن. تنها بدون گرفتن نام مکتب میگویم. مدیر مکتب 4 سال پیش در 38 سالگیش دانشگاه را غایبانه خوانده تمام کرده. دیپلمش را میگیرد. تا این وقت هم معلم بود و به خواننده های مکتب به اختصاص از فن تاریخ درس میداد. بعد 2 سال معلمی به دانشگاه داخل می شود و غایبانه دانشگاه را تمام می کند. برابر صاحب شدن به دیپلم مدیر مکتب تعیین می شود. چون که پدرش مدیر معارفی ناحیه است. بعد مدیر مکتب تعیین شدنش به همه معلمه ها چشم علو می کند و می خواهد که با آنها همخوابه شود. حتی این извращенец با معلمه هایی که از خودش چند سال کلان بودند دست درازی کرده است. دعوت به همخوابگی کرده است. معلمانی صاحب شوهر، صاحب فرزند. حالا این معلمه ها مجبور شدند بعضیشان به این راضی شوند، یک چند نفرشان. برای چی؟ برای اینکه کسی که راضی نمیشده است میگفته است که عریضه‌ات رو نویس. عریضه‌ات رو نویس دو شو از کار. در مکتب قریب که معلمه های سابقه دار نموندند. به جای آنها عریضه‌ات رو نویس دو شو، عریضه‌ات رو نویس دو شو. جا خالی شد. به جای آنها چند فاحشه ها را از دهه و دهه های دیگر معلمه کرده آورده مونده است. این آوردگی هایش اکثریت دیپلم ندارند. دیپلم آموزگاری حتی ندارند. ببینید
در شکایت آمده است که روز نیست که این مدیر فاسق، مدیر مکتب، با یکی از این فاحشه ها در کابینتش همخوابگی نکند. غیر از این که به این مکتب این فاحشه ها را آورده معلمه کرده است، همین کار همین اخلاق زشت به معلمان دیگر هم تاثیر منفی رسانده است. چند آخر مدیر در اطراف خودش چند نفر دارد، اون در اونجا معلم های دیگر هستند. اون معلم های دیگر هم با این فاحشه ها سر کار گرفتند. چشمک من چشمک تو، ابروی من ابروی تو، در مکتب، در یک مکان تعلیمی. حتی این نفرانی که این خانم هایی که معلمه شده آمدند و اخلاق زشت داشتند، دو خواننده پسرک بچه صنف های بالایی را براه کردند. همصنفانش میدانستند که این دو پسر با معلمه میگردد. این مکتب نشد چه شد؟ تماشابینان عزیز، انا همین خیل مکتوب هایی که به ما آمده میرسند گواه آنند که وضعیت در ساحه معارف کشور بسیار خراب است. بسیار خراب است و نگران کننده است. شاید از آن که ما تصور میکنیم به مراتب بدتر باشد. چرا این خیلی میگم؟ برای آن که ببینید به ما نامه فرستادند. به ما نامه فرستادند. تا از جانش نگذرد نامه میفرستد به ما. نه همه جرأت میکند به رسانه ها، به خصوص رسانه های مخالف نامه نویسد. تجربه نشان داده است که حکومت برای تغییر وضع حتی بعد رسانه‌ای شدن دلیل ها کار انجام نمیدهد. نه در عموم یعنی ساحه و نه در حالت های خاص. به اندیشه ما تغییر وضعیت در عموم دیگر در توان حکومت نیست و تنها دست به کار شدن خودی مردم میتواند وضعیت را اصلاح کند. اما در حالتهای خاص نیز بزرگترین جزایی که گناهکاران بعد رسانه‌ای شدن اعمالشان میگیرند گذشتن به کار دیگر است. شاید بعد نشر این مطلب محمد علی بختیار نبی نیز به کار دیگر گذرانیده شود. چون که در تاجیکستان اگر تو از کمانده رئیس جمهور و عائله رئیس جمهور باشی، جنایت کنی، پویشنی میشوی، از یک کار به کاری بلندتر گذرانیده میشوی. حالا محمد علی بختیار نبی هم به همین خاطر جنایتکاری را به اوج اعلایش آشکارا رسانده است. البته معلمه های با عفتی به ناموس دانشکده کوهی متالورژی از بدی این رکتور خلاص می شوند. ولی این رکتور وقتی جای دیگر به کار می رود، گروهی زنان دیگر به دست این فحهاش می افتند، گرفتار می شوند. همین حالت تا زمان ادامه خواهد کرد که نورالدین سیدها وزیرند و امام علی رحمانها حاکم. این حالت ها زمان خاتمه خواهد یافت که مردم در دفاع از حقوق خود قدم های جدی تری بردارند، قدم های استوار، حداقل مثل همین معلمه های با عفت و بناموسی دانشکده کوهی متالورژی شهر بستان ولایت سوخت. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.